روزنامه آواز تاجیک در شهر تاشکند ازبکستان، امیر اسرار فرغانی. روزنامه به نام آواز تاجیک به نشر رسد. و یک وقت شما از مشکلات مالیوی روزنامه هم گفته بودید. ما را هم نگران می سازد که چرا خودشناسی کم کم از بین می رود. سلام بینندگان و شنونده های گرامی. با نشر اولین روزنامه تاجیکی که در تاریخ فارسی زبانان اولین روزنامه هست که حدود 100 سال عمر دیده، 100 سال پر شد، ما وابسته به 100 سال فعالیت این روزنامه و وضع فعلی آن صحبت انجام خواهیم داد با کارمند همین روزنامه میر اسرار فرغانی. خوش آمدید به صحبت ما استاد گرامی. تشکر، سلامت باشید و درود فراوان عرض می کنم به همه بینندگان و شنوندگان رادیوی تاجیکستان. خب استاد، در اول از همین شروع میکنیم که این روزنامه چی مرحله های را در این 100 سال طی کرد؟ اولا از آن شروع میکنیم که 25 آگوستی سال 1924 میلادی در شهر سمرقند نخستین شماره این روزنامه به نشر رسید و باعث شادی و نشاط تمام مردم تاجیک تبار، آنهایی که زبانشان فارسی است، و عید آنها مبدل گشت و از همان زمان به این سو که من 100 سالگی آن را ما تجلیل میکنیم چاپ می شود، نشر می شود. اول آن با نام آواز تاجیک کمبغل نشر شده است و بعدا به چنین قرار آمدن که نام آن اندک درازتر است و بعد از شماره 6 قرار شد که روزنامه به نام آواز تاجیک به نشر رسد و بعدا آن نشری آن به شهر تاشکند کوچید. اکنون من بعضی جزئیات این موضوع را به محققان و آنهای وا میگذارم که به واسطه به تاریخ آن گویم سر و کار دارند. من به آن نکته بیشتر میخواهم توجه جلب کنم که این روزنامه چی روزنامه است و در رشد ژورنالیستیک تاجیک چه سهم و نقش می‌بازد و در حفظ و گویم نگهداری زبان تاجیکی چقدر مؤثر است. از بازی که گویم من خودم میشناسم، این روزنامه در حیات من همیشه بود. حتی تا اون دوره هایی که گویم در دانشگاه ملی تاجیکستان در بخش ژورنالیستیک تحصیل میکردم، هم ما در همون جا از مطالب این روزنامه بهره‌مند بودیم و آن رو میخواندیم. یعنی من همین سالهای خیلی زیاد، تقریبا نیم عصر به واسطه صحیفه های این روزنامه برای بنده به واسطه گویم همیشه آشناست. من بر آن با آن چیز خیلی هم توجه خود باز روانه میکنم که نقش استاد صدرالدین عینی، قهرمان تاجیکستان، در باب طبع و نشر و تألیف این روزنامه که خیلی کلان است و به واسطه استاد گفتن که مثلا ملتی که روزنامه ندارد و زبان ندارد. پس معلوم می شود که روزنامه آواز تاجیک که بعداً به چند نام گویم ازبکستان سرخ، حقیقت ازبکستان و باز هم آواز تاجیک من به نشر می رسد، من همین زبان ما، زبان رسمی ما در کشور ازبکستان من چون همچون وظیفه خود انجام میدهد و این رسالت خود تا کنون هم خیلی گویم موفقانه دوام میدهد. یعنی غیر از آن که گویم این رسالت خود و دوام میدهد، باز هم روزنامه روی میزی خیلی مردم فرهنگ دوست و زبان دوستی این کشور یعنی ازبکستان قرار دارد که این هم باعث افتخار است.
و باز هم جای افتخار است که در روزنامه‌ای که استاد صدرالدین عینی اساسگزار تأسیس آن هستند بنده نیز کار میکنم. من از سال 2015 به این سو گویم بی‌واسطه کارمند این روزنامه هستم و بیشتر مطالب را به نشر میرسانم که به تحولات ولایت های فرغانه و اندیجان مربوطند. یعنی من همین رسالت، همین وظیفه که بر دوش من هست، من بی‌واسطه به حیث خبرنگار این روزنامه در ولایت های فرغانه و اندیجان هستم. البته این خیلی هم یک وظیفه گویم افتخاری است. این وظیفه است که من باید با تمام مسئولیت آن را انجام دهم، چون که این روزنامه زبان مرا حفظ کرده و آن را هم بیش از پیش تکامل می بخشد. این باعث افتخار من است. یعنی استاد، بله استاد، فعلا فضای کاری چگونه است و همکاری زیایان تاجیک کشور همسایه ما با این روزنامه چگونه است؟ یکی از ویژگی هم همین روزنامه نشر و طبع این روزنامه در آن است که به صحیفه های آن یعنی بسیار مطالب از تاجیکستان هم به نشر میرسد. فعلا در روزنامه یک گروه ژورنالیست که با مطالب رنگ و برنگ صحیفه های آن را گویم نقش و نگار می بخشند. گذشته از این در ولایت های فرغانه، اندیجان، نمنگان، سمرقند، بخارا، نواحی، قشقدریا، سرخاندریا مخبران مخصوص خود دارد که آنها از این ولایت ها گویم تحولات بی‌واسطه، همون تحولات به طور اپراتیو یا که درباره شخصان نامداری که این زندگی میکنند در این ولایت ها، درباره آنها مطالب بسیار جالب و گویم خواندنی به طب میرسانند و نشر میکنند. و در این میان چندین ژورنالیستان و حتی عالمان تاجیکستان هم مقاله های زیادی خود به طب میرسانند و من با خرسندی میتوانم گویم که روزنامه جمهوریت که من سال آینده 100مین سالگرد آن نیز تجلیل می شود، درباره آواز تاجیک خیلی مطالب زیاد به نشر رسانیده است که گویم به واسطه به 100 سالگی روزنامه آواز تاجیک متعلق است. این چنین من طوری که خود شما هم به واسطه من در همین جریان هستید که رادیوی تاجیکستان هم متوجه هست به 100 سالگی آواز تاجیک و این باعث افتخار ماست. فعلا شماره این روزنامه ها در تمام کشور همسایه پهن می شود و توجه خواننده ها چگونه است در منطقه های کشور همسایه؟ البته در همین حال تقریبا 4300 نسخه این روزنامه به طبع می رسد و در تمام ولایات غیر از بیشتر از 300 نفر که با آن آبونه شدند خود نام نویس کردند، قسمتی 4000 بیشتر از 4000 آن مطلق رایگان به دست گویم خوانندگان آن می رسد. این را دولت به واسطه تأمین مالی کردن آن را دولت به واسطه بر دوش گرفته است، چون که در عین حال روزنامه نشریه پارلمان یا پلات بالایی و پایانی عالی مجلس جمهوری ازبکستان و دیوان وزیران جمهوری ازبکستان می باشد و به حیث روزنامه یا نشریه رسمی در تمام ولایات ازبکستان پهن می شود. آن خوانندگان خیلی زیاد می خوانند. اما یک نکته واقعا هم باعث تأسف بوده می تواند که خود خوانندگان سرشماری آنکه یک زمانها در نه چندان زمان پیش حداقل تا 10-15 هزار نسخه به آن آبونه می شدند و آن را می گرفتند، متاسفانه امروز خیلی هم این تعداد کاهش دیده است، چون که
در کشور ما آبونه مجبوری کاملا گویم از بین برداشته شد. از بین برداشته شدن من همین آبونه مجبوری به آن آورده رسان که یعنی تعداد روزنامه آواز تاجیک نیست، در قطار روزنامه های زیادی که به زبان ازبکی یا روسی نشر می شوند این هم تعداد کاهش دید و خیلی هم پایین فرامد. اما گویم به دستگیری ما حکومت حاضر شد و این هم خیلی یک کاری گویم یک اقدام نجیب است، چون که گزیت یا روزنامه آواز تاجیک به واسطه این نشریه رسمی محسوب می یابد. برای همین خود دولت مبلغ آن را برداشت گرفت و حالا رایگان در بین مردم آن تقسیم کرده می شود. استاد گرامی، وابسته به خوب کم شدن آبونچیان گفته، گپ در سر اون است که همین روند یعنی کم شدن خواننده های روزنامه ها نه تنها در کشور همسایه ازبکستان و این در تاجیکستان هم دیده می شود. این گپ در سر اون است که بیشتر اینترنت و خوب همون سامانه های روزنامه ها در اینترنت خیلی فعال هستند و موادها در اونجا چاپ می شوند و این باعث اون می شود که خوب شماره همون روزنامه ها خیلی کمتر نشر می شود. خوب شکل الکترونی روزنامه آواز تاجیک هم دسترس مردم می گردد. بله، خیلی هم یک موضوع جالب شما مطرح کردید. خوشبختانه روزنامه آواز تاجیک در همین سالهای آخر سامانه خود خیلی هم تقویت بخشیده است و علک روزنامه مثل که جمهوریت یا روزنامه جمهوریت یا روزنامه های دیگر تاجیکستان که به نشر میرسند و در سامانه خود مطالب خود جا میدهند، در ما هم چنین است. یعنی روزنامه آواز تاجیک سامانه خود دارد و همه مطالبی که در هر یک همون شماره که اگر جای گرفته باشد به واسطه در سامانه هم فوراً گذاشته می شود. حتی پیش از چاپ روزنامه خواننده می تواند روزنامه چاپ نشده با مطالب آن آشنا شود. اینچنین ما تلگرام کانال یا شبکه تلگرامی یعنی روزنامه آواز تاجیک هم داریم که در آن هم همه مطالبی که در صحیفه های روزنامه گویم به نشر میرسند اونجا جایگیر کننده می شوند و آدمان در هر جایی که نباشند و اگر اینترنت دسترس آنها باشد آنها بدون مشکلات می توانند از مطالبی که در صحیفه های روزنامه به نشر رسیده است از آن بهره‌مند شوند، آن را خوانند، مطالعه کنند. این در عین حال هیچ یک مشکل ندارد. اما ما حال در تلاش آن هستیم که باز شکل ویدیو نوار هم به رامانین وقتی که گویم به این و آن نفر شخصیت های گوناگون هم صحبت می شویم، مثل روزنامه جمهوریت که مخصوص شبکه خود دارد، من مثل گویم رادیو تاجیکستان که شما هم این چیز ویدیویی نشر میکنید، ما هم باید همین کار در عمل جاری کنیم، چون که یکی از واسطه های بهترین گویم تاثیرگذاری انا همین است که از طریق گویم ویدیو هم این مطالب به نشر رسد، صحبت ها را به واسطه روزنامه پخش کرده تواند. همکاری چگونه که در بالا هم این چیز یک اشاره هم کردید، همکاری روزنامه آواز تاجیک با نشریه های تاجیکی در عموم خوب در دوستی دو خلق دو ملت چی تاثیر گذاشته میتواند کرد؟ در سر اون است که حتی شعار شما هم دوستی خلقها است. بله، دوستی خلقها این یکی از موضوعات مهمی هست که ما در بالای آن خیلی کار میکنیم، یعنی مطالب زیادی هم میرسانیم که به واسطه دوستی تاجیکان و ازبکان در آن مطرح میکنیم. من برای همین از جمهوری تاجیکستان هم چندین موادی که و ما میفرستند به روزنامه آواز تاجیک به واسطه من همین ترغیب دوستی و رفاقت، بیش از پیش توسعه یافتن دوستی و رفاقت میان تاجیکان و ازبکان رو گویم در خود تجسم میکناند، عکس میکناند. این خیلی هم
خیلی هم مهم است، چون که ما یک دوره را پس سر نمودیم که خیلی هم گویم روابط هم بد شده بود و آنهایی که به تاجیکستان می رفتن اینجا بازپرسی می شدن، آنهایی که از تاجیکستان اینجا می آمدن اونجا بازپرسی می شدن و با شرافت دو ابرمرد پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان این سردی ها آنگونه استاکارانه از بین برداشته شدند که باور کنید تمام مردم با اشک شش قطار این پیشواز گرفتن، استقبال گرفتن و روها دوباره از سر گرفته شد. حال مردم بدون مشکلات می رود می بیاید، مرز عبور می کند. این چیز یکی از همان حادثه است که تقریبا در هر یک گزارش، در هر یک گویم همان موادی که دوستی را ترنم میکند و عکس میکند آنجا به همین نکته حتما اشاره میشود، تا که من هم در همین باره اشاره کرده گذشته میگذرم. این موضوع مهمش در آن است که ما یعنی یک مردمی هستند که با دو زبان حرف میزنند میگویند تا حد نزدیکترین دو خلق در جهان شاید نباشد که مثل تاجیکان و ازبکان به هم این گونه دوستی و حریمی و قرابت داشته باشند و به هم دختر دهند و دختر گیرند، یعنی عروسی کنند و عروس فرارند و یگان کس سوالم نمی کند که مثلا تو چرا از ازبک کیلون گرفتی یا عروس فراوردی یا تو برای چی به جوان ازبک دختری خود دادی. این سوال مطرح نمی گردد. این از همون رفاقت، از همون دوستی، از همون برادری این دو خلق شهادت می دهد. خب، تشکر استاد گرامی. در بالا یک چیز خیلی خوب شما اشاره کردید و همون اراده دو رهبر کشورمان که این واقعا هم بعضا حالتهایی بود که مشکلاتی بود که اینا را از بین برداشت واقعا هم. و یک وقت شما از مشکلات مالیوی روزنامه هم گفته بودید و وابسته به آبونه ها هم آبونه شدن هم گفته بودید. یعنی خب این حالت پیش از همین خوب شدن مناسبت ها بود یا بعدا همین ادامه کرد که چگونه بود؟ اصلا این کاهش دیدن تعداد مشتریان روزنامه آواز تاجیک و این مناسبت ها چندان ربط ندارد، لیکن گفتم قید کردم که در جمهوری ازبکستان پیشتر به هر روزنامه ها اجباراً گویم آموزگاران، پزشکان و دیگر همه آبونه می شدن. یعنی 6 7 8 9 نسخه روزنامه و نشریه های بودن که گویم آموزگاران باید مجبور بودن آبونه شوند. همین چیز که از بین برداشته شد یعنی به آدمان سبوکی داده، اما این سبوکی کمتر سوء استعمال گردید. یعنی به این معنی که مثلا آموزگارانی که سالهای زیاد گویم روزنامه آواز تاجیک میخواندن آنها هم از آبونه شوی خود گویم کنار کشیدن. برای همین تعداد مشتریان کم شده رفت و روزنامه به مشکلات مالی دچار شد. اما یک نکته همیشه قابل قید است که حکومت همیشه گویم به روزنامه رو تامین مالی کرده می آمد، لیکن اون تعداد زیادی که از گویم بیرون از تامین مالی دولت قرار داشت باز هم آبرو و نفوذ روزنامه رو بالا می برداشت. این به دست خود تاجیکان بود. بله. و هر یک تاجیکی که خودشناس است و گویم زبان و فرهنگ خود قدر میکند، وی باید از دل بسوزد، وی باید گوید که این روزنامه این آینه حیاتی من است، این آینه گویم که مسکون ازبکستان هستند. برای همین باید با اندک مبلغی که گویم مبلغ گذاری که اگر از جانب من شود
این روزنامه باز هم پرقدرت و قوی میگردد. انا همین غایه، انا همین فکر و نظر در گویم دل هر یک تاجیک باید باشد. یعنی تاجیک جمهوری ازبکستان امروز کم و بیش انا همین چیز راستی کاهش دیده است و ما را هم نگران می سازد که چرا خودشناسی کم کم از بین می رود. چرا مردم به روزنامه‌ای که به واسطه به زبان مادری او به نشر می رسد چنین بی اعتنایی می کند و چرا گویم برای دستگیری آن کدام یک اقدام جدی به کار نمی برد. حالا که مثلا معاشی که برای گویم آموزگاران و پزشکان در جمهوری ما داده می شود برای آبونه شدن مساعدت می کند. مثلا از یک معاش یک ماهه خود گویم یک قسم جدا کند 12 ماه روزنامه می خواند. باز نه فقط خودش می خواند، اهل خانوادهش، عائلهش میخواند، حتی میتوان گفت یار و دوستانی و اینم میخوانند، چون که روزنامه دست به دست میگذرد. پیشتر ما خیلی خوب در یاد داریم که خطکشان دیه همون چندین بار گویم سمکه خود پر کرده خانه به خانه پشتی دروازه ها این روزنامه آواز تاجیک میپرتافت. امروز در دیها گویم 200 300 حاضر شماره به دستی گویم مشتریان میرسد و از برای همین البته اینجا همین خودشناسی و خویشتن‌شناسی هم خیلی یک باید یعنی بالا رود و آنها خود مردم گویند که بیا ما همین روزنامه دستگیری کنیم. خب استاد، شما یک چیز خیلی مهم اینجا اشاره کرده، در همون روزنامه شعله انقلاب سید رضا علیزاده به همین خوب با یک مشکل همین هم از جهت ایجادی هم از جهت مالیوی مواجه شده بود و استاد صدرالدین عینی به کمکشان پرداخته بودند. خوب هم از جهت مالیوی هم از جهت خوب ایجادی. و در اینجا مثلا هستن نفران خیلی محبوب تاجیکان ازبکستان، مخصوصا زیایان خیلی زیاد هستند، مثلا دانشمندا خیلی زیاد هستند. اینا خوب در شما را میکوبند در همین گونه حالت ها. متاسفانه گویم یا گویم با افسوس همین نکته قید میکنم که نه مثل پیشتره آنها گویم همین از همین گویم جرأت و جسارت دور مانده‌اند. گویم حداقل یک 500 نفر فقط در ناحیه سوخ اهل قلم است و گویم شاعر و گویم نویسنده و گویم دیگر هست در سمرقند و در بخارا و گویم در ولایت سرخاندریا، در قشقدریا، گویم در ولایت نوایی خیلی هم اهل قلم زیادند. بالا هم با این چیز تأثیری منفی خود رسانده است، چون که پیشتر اگر گویم در 3 سوم و 4 سوم برای یک آبونه شوند، در عین حال در حدود گویم 70 80 90 دلار امریکایی این آبونه گویم نرخ دارد. این هم موجب آن شده است که مردم اندک کنارگیری کنند و اونهایی که گویم نفقه میگیرند گویم 50 دلار 100 دلار یا 200 و 300 دلار هم جرأت نمی کنند که گویم برای سال آبونه شوند. اما یک قسم مردم 3 ماه و 6 و این هم یعنی باعث خرسندی ما است. نکته دیگری که من میخواهم اینجا مطرح کنم و کادرها وابسته است. یا زمان وقتی که در شورای باشنوی اخبار عمومی تاجیکستان یک جلسه خود برگزار کرده بود و آنجا شرکت میکردم، من خواهش کرده بودم که در تربیه ژورنالیستان جوان تاجیک یعنی به ما تاجیکستان کمک کند. حکومت تاجیکستان
یک ده 20 30 نفر بچه ها اونجا روند، جوان ها از ما که مکتب های تاجیکی ختم کردن به واسطه در فاکولته های ژورنالیستی که تحصیل کرده بیایند. میدونید امروز در آواز تاجیک 80% کادرها کارمندان را نفقه خوران تشکیل میدهند. یعنی که اگر کادرهای جوان به آن نمی آیند، چون که اینجا فاکولته های ژورنالیستیک تاجیک یعنی وجود ندارد. فاکولته های ژورنالیستیک هست اما با زبان ازبکی. اگر جوانانی که مکتب های تاجیکی ختم کردن آنها سعی و کوشش کنند، میتوانند که به زبان ازبکی تحصیل کنند و به زبان تاجیکی کار خود گویم دوام دهند. چون که جوانان با زبان های انگلیسی و گویم روسی و فرانسوی و چینی دیگر کار میکنند، یعنی می آموزند اون زبان های باز گویم فعالیت میکنند. چرا مثلا در فاکولته ژورنالیستیک یا در دانشگاه ژورنالیستیک و کمونیکاسیون عمومی ازبکستان تحصیل کرده بعد فعالیت خود شروع کنند می شود، اما در همین حال داخل شوی به این دانشگاه ها به دلیل آنکه مکتب های تاجیکی را ختم میکنند اندک مشکل پیش می آورد، برای همین شاید جرأت نمی کنند. اگر تاجیکستان یگان 10-15 کادر خوب ژورنالیستان را تیار کرده دهد، میتوانند آنها، اینجا رادیوی تاجیکی هست در رادیوی ازبکستان، اینجا در شبکه تلویزیون تاجیکی است رنگین کمان که اونجا هم نیاز به کادر هست، در ولایت های فرغانه و گویم نمنگان و سمرقند و بخارا و سرخندریا هم رادیو و تلویزیون های تاجیکی فعالیت میکنند. اونجا هم نیاز به کادرهای تاجیکی است که به واسطه زبان ادبی تاجیکی رو باید خوب دانسته باشند. یعنی البته در همه دور و زمان مشکلات موجود است، بود و همطور باقی میماند، لیکن ما در حل و فصل آن باید جدا اقدام کنیم. واقعا هم این مشکلاتی که گفتید خیلی مهم است که به اون رسیدگی صورت گیرد و باور هم داریم که این چیز صورت میگیرد. و خوب در فراورد صحبت باز شما را به 100 سالگی و تمام بیننده های تاجیکی، هم تاجیکستانیان هم کشور دوست ازبکستان مبارکباد میگیم. باور داریم که این 100 ساله های دیگر باز عمر خواهد دید. و شنونده های گرامی یادرس میکنیم که هم صحبت ما بودند استاد گرامی کارمند مسئول روزنامه آواز تاجیک در شهر تاشکند ازبکستان، امیر اسرار فرغانی. من تشکر میکنم استاد گرامی برای یک صحبت خیلی پرمحتوا و باور دارم که این صحبت آخر ما نخواهد بود. بله، واقعا هم خیلی خوشحالم که رادیوی تاجیکستان به واسطه یعنی یک چند وقت خود برای 100 سالگی روزنامه آواز تاجیک صرف کرد و این باعث افتخار ما هست. البته ما 100 سالگی این روزنامه را باید 25 آگوست تجلیل میکردیم، اما در پیش عید استقلال است. به این خاطر ما بعد از تجلیل عید استقلال 100 سالگی روزنامه رو در یک دایره وسیع تجلیل خواهیم کرد و من به همه شنوندگان و بینندگان این گویم نوار و رادیو تاجیکستان فرارسیدن روز استقلالیت تاجیکستان را هم تبریک میگویم. از نام همه کارمندان روزنامه آواز تاجیک بگذار استقلال ابدی باشد، بگذار دوستی و رفاقت بین تاجیکستان و ازبکستان بیش از پیش مستحکم شود. ما همدیگر را همیشه با احترام خوب و با همان مهر و محبت همدیگر را به کنار کشیم. عید همه ما مبارک باشد. تشکر زیاد.